کسی درخواست عذابی کرد که واقع شدنی است، حالان که برای اهل کفر کسی نمیتواند آن را دفع کند، آن هم در برابر خداوندی که صاحب جایگاهی بلند است. فرشتگان و روح به سوی او عروج می کنند در روزی که مدتش 50,000 سال است. پس صبری زیبا پیشه کن. آنها آن روز را دور می دانند و ما آن را نزدیک می بینیم، روزی که آسمان چون فلز گداخته شود و کوه‌ها چون پشم زده گردند. هیچ دوست صمیمی از حال دوستش نپرسد، حالان که یکدیگر را در برابر هم می‌بینند. عذاب آن روز چنان خواهد بود که گناهکار دوست دارد فرزندان خود را فدای خود کند، همسرش و برادرش را و قبیله‌اش که همواره از او حمایت می‌کردند، و حتی تمام مردم زمین را فدا کند تا خود را نجات دهد.